سلام بچه ها، من بردیارشاد هستم. بچه ها خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو ببرید. بچه ها همونطور که از تامنیل ویدیو خوندید، بچه چرا اینترنت ایرانسل همراه اول نمیاره و من یه راهکار براش دارم. بچه ها اولا که این جنگی که ما گذروندیم، ولی بچه دلیلش معلوم نیستش که چرا نت ایرانسل همراه اول جواب نمیده. اونایی که بچه رایتل دارن میتونن بازی کنن. اونایی که رایتل دارن خیالشون راحت میتونن بازی کنن، اما اونایی که ایرانسل همراه اول دارن نه. بچه میتونید از وای فای هم استفاده کنید، چون وای فای خوبه. من خودم الان دارم از وای فای جی بی استفاده میکنم. مودم بچه خوبه برای وای فای، ولی اگر جی بی باشه اون خیلی بهتره. جی بی باشه خیلی بهتر هم میتونه باشه. یه سری از مودم هم خوبه نه. حالا من از جی بی استفاده میکنم، خیلی هم راضیم. زیاد راضی نیستم ها، نتم در اونت خوب نیست، ولی خب خوبه، بازم میتونم برم بازی کنم، جواب میده نتم. خواستم بهتون بگم بچه اونایی که رایتل دارن یا اونایی که از وای فای جی بی یا مودم استفاده میکنن بچه مشکل ندارن. بچه ایرانسل همراه اول اگر بخواید وارد بازی شید بچه باید با فیلتر شکن برید. فیلتر شکن معمولی هم جواب نمید بچه. اونایی که با ایرانسل همراه اولید بعد با پولی برید. اصلا کلا یه فیلتر شکن رایگان جواب نمیده بچه. برای کلا خیلی بچه سخته باش بازی کنید. پینگتون کل بازی رو 200. اونایی که مثلا پولی هست مثل خودم بچه، من از وی تو ری استفاده میکنم. الان براتون میاد رو صفحه عکسش. بچه همون که رو صفحه ببینید بچه این فیلتر شکن وی تو ری ان جی هست. بچه این فیلتر شکن جدی فیلتر شکن خوبیه و بچه بهترین سروراش هم سرورای آلمان و نیوزلند، همون هلند. سرورای آلمان و هلند توی این فیلتر شکن از همه بهترن. من از هلندش استفاده میکنم و خیلی هم راضیم. قبلا آلمان بهتر بود ولی الان هلند بهتر شده. بچه میتونید استفاده کنید از این فیلتر شکن. اونایی که ایرانسل همراه اول دارن یا حتی کسی که از مودم وای فای 2 جی بی یا رایتل استفاده میکنن میتونن از این فیلتر شکن پولی استفاده کنن. بعد بچه به نظر من واقعا این فیلتر شکن عالیه. بعد بچه اونایی که با نت ایرانسل همراه اول میرن بچه 2% احتمال بند شدنتون هست. درصد زیادی نیست، یعنی 98% احتمال شما بند نشید. اونایی که با ایرانسل همراه اول میرن، یعنی از هر 100 نفری که میره تو بازی 2 نفر، هر 100 نفری که با ایرانسل همراه اول میره 2 نفرش بچه بند میشن. که بچه زیاد مهم نیست، ولی اونایی که بچه مثلا برداشتن برای اکانتشون 20 میلیون 40 میلیون 60 میلیون هزینه کردن، در اون بچه ریسک این کار انجام ندید. چون که شما 40 میلیون هزینه اکانتتون رو کردید یا میزنه بچه میپره. میتونید بچه برید یه وای فای 4 میلیونی 5 میلیونی یا اصلا 10 میلیونی که عالیه بگیرید. من خودم وای فای فکرم 2 تا 4 میلیونه. بچه خواستم بهتون بگم بچه همین الان نتتون رو ببینید. توقع هم بچه نمیشه داشت که کل بازی بچه نت خوب باشه. بچه مثلا کل بازی نت 70-80 به شما تحویل میده، یعنی خودش واقعا خیلیه، ولی بچه احتمال 5% وسط بازی بچه نتتون بره. خواستم بهتون بگم بچه این از این ویدیو بود. امیدوارم بچه ازش چیزی متوجه شده باشید. خوشتون اومده و بچه روز خوشی داشته باشید. فعلا خداحافظ.